الحمدلله وحده و الصلاة و السلام علی من لا نبی بعده. حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که برای مرد همین گناه کافی است که ضایع کنه چیزی که مسئولش است در خونه، یعنی بچه‌هاش ضایع بشن و به جای نرسن. و در جای دیگر فرمودند که همه شما مسئول هستید. زن مسئول است از خانه، پدر مسئول است از بچه ها، هر کس مسئول است و باید که مسئولیت خود و انسان خوب انجام بده. حالا برنامه امروز این است که با فرزندانی که یا با افراد خانواده‌ای که کمتر دیندار هستند ما چجوری برخورد کنیم. در ماه رمضان مثال می‌بینیم که اونطوری که شاید باید به طرف دین توجه نمی‌کنه، در حالی که ماه توجه هستش. چه باید کرد؟ ببینید، اول که باید از کوچیکه انسان شروع می‌کرد، ولی عیب نداره، هنوزم دیر نیست. از کوچیکی باید شروع کنه و وقتی بچه به دنیا میاد بعد از اون در این فکر باشه که این یه روزی بزرگ میشه و از کنترل من دیگه خارجه، نمیتونم امر و نهی کنم. باید طوری تربیتش کنم که تربیت این رو امر و نهی کنه. در کوچیکی آدم چه داره که بچه‌ها رو در مجالسی ببره، مجالس خوب دینی ببره، مسجد ببره. چه وقتی که تو مجالس نشستیم حواسمون باشه که حرف میزنیم بچه‌ها گوشای بزرگی داره، حرفایی بزنیم که ازش استفاده کنن. یا حداقل حرفایی نزنیم که به اصطلاح در ذهن اینا بشینه، چون پدر مادر برای بچه یک چیز بزرگی هستن وقتی که کوچیکه. هر چی که میگن به نظرشون درسته. لذا در اون وقت باید خیلی دقت کنیم. باید از اون وقت ما در این فکر باشیم. مثال اگر نمیخوایم بچه ما معتاد بشه، همون کوچیکی چیزا رو باز نشونش بدیم، حتی ببرش یک معتادی رو که مثال داره گدایی میکنه یا تو آشغالا میگرده غذا پیدا میکنه، بهش نشون بده که علت این که این معتاد شد چرا شد. با چشم ببینه، از یک دیدن 100 تا گفتن بیشتر تاثیر داره. اما با این وجود بازم دیر نمیشه. انسان هر وقت میتونه، به شرطی که فلسفه و حکمت کارو بدونه که چطور، حالا بچه‌ها بزرگ شدن از کنترل خارج، حرفم گوش نمیکنه. در این حالت چه باید کرد؟ در این حالت و حالت قبلش باید سختگیری نکنی. خصوصا وقتی کوچیک هست که زورت میرسه 100% سختگیری نکن. رفیقی داشتم که بچه‌هاش خودش رو مجبور می‌کرد صبح زود حتما بلند شه مسجد بره، بعد از مسجد مینشون که باید قرآن بخونی و از کار بگی. بچه خوابش میومده. طبعا اینا که بزرگ شدن چیزی نشدن که پدر میخواست، بلکه چیزی نشدن که حتی اگر اینطور نمیکرد شاید نمیشدن، منحرف شدن واقعا. بعضیشون که حتی یکیشون معتاد شد. چرا؟ برای اینکه سختگیری هرگز نتیجه نداره. همون حداقل رو حالا نمیتونیم ول کنیم، همون حداقل راضی شو. مثال اگه مسجد نمیره نماز عیب نداره، تو خونه بخونه، ولی بخونه. مثال نوافل دیگه ازش نخواه. وقتی که میبینی که به اون حداقل راضی شو، به اصطلاح که چون که از کوچیکی شروع نکردی، نه؟ کوچیکی شروع کنی، اصلا خودت باید بهش بگی بچه نمیخواد روزه بگیری مثال، یا نمیخواد این کارو بکنی، ببینی که شوق داره. یک کار دیگه ای که من یک آدمی رو میشناسم، مختار اسمشه، خود شغل خیلی خوبی داره، یعنی تقریبا بگم چقدر دلار حقوقشه، یعنی 6000 دلار حقوقشه. 5 وقت نمازش هم تو مسجد میخونه، تو یک دفتری کار میکنه، رئیس. باز پسرش هم آورده با خودش، چون که حالا خانواده‌اش اینجا زندگی نمیکنه، پسرش هم آورده و چون که میگه تو اونجا مادرش نمیتونه اینو تربیت کنه و اینجا اینطوری مصر است که حتما صبح نماز بیاد، ظهر نماز بیاد، عصر نماز بیاد. و گاهی به من شکایت هم میکنه، میگه ببین من به این میگم که من از کارگری شروع کردم، حالا میگه همه سهولت برات فراهمه، از خدا بترس و اینطور کن اونطور کن. و من میبینم این بچه شو که آقا همیشه دیرم میاد مسجد، وقتی حواس نماز تموم شده میاد. یعنی تو گوی عمد داره، چون پدر دیگه نمیتونه منتظرش باشه، میره تو دستشویی وضو بگیره
تا وضوش تموم نشده پدر خب میره دیگه، چون پدر اصرار داره که در صف اول نماز بخونه یا در مسجد نماز بخونه، رکعت اول از دست نده، این دیگه رکعت آخر میرسه. یه روز بهش گفتم فلان اینقدر سخت نگیر، ولش کن. نمیگه تو چی میگی؟ گفتم بهت گفتم که این خراب میشه، باز حداقل ازش راضی شو، باش مدارا کن، ببین مشکلش چیه که نمیاد، شاید شب دیر میخوابه، شاید نمیدونم، بالاخره دیگه کاری کردی، اینجوری نمیشه. نه میگه نمیفهمه من چقدر نعمت در اینجا داره. بابا نمیفهمه، این یک چیزی است که باید متوجه باشیم من و شماها، که بچه‌ها بعضی چیزا رو بزرگ شدن هم باید با تجربه یاد بگیره. رفیقی داشتم خدا رحمتش کنه، محمد حسین، این میگفت که یه روز خونه ما اومده بود، این خودش اصلا از یک جای دور افتاده افغانستان بود، باز رفته بود یکی از شهرهای مهم دنیا، در اونجا پولدار شده بود، زن و بچه‌ش هم بود، خیلی پولدار شده بود. باز این بچه‌شو میگفت به من، یه روز گفت که بابا این بچه‌مو میگم که این تجربه‌ای که من بهت میگم، بچه‌ش اونجا نشسته بود 17 ساله بود، میگه این پسرمو که میگم پسر جان این تجربه‌ای که من بهت میگم این من به 10 میلیون خریدم، مفت دارم بهت میدم. میگه قبول نمیکنه. من چیزی در هم مجلس نگفتم، ولی تو دلم گفتم بله قبول نمیکنم و یه روزی میکنه قبول. ما معمولا چیزایی که خودمون شکست خوردیم تو زندگی یا بهش نرسیدیم میخوام که بچهای ما انجام بدن، همون شرایطه، به این صورت نمیشه. اتفاقا وقتی که مرد خدا رحمتش کنه، همون بچه کاروباری رو اداره کرد، هیچ کس تصور نمیکرد. متوجه هستید؟ انتظاری ازش نداشته باشید که تا تجربه نکنه نمیفهمه. این حواستون باشه. از کوچیکی تشویق کنید، بزرگی هم تشویق کنید، کار خوب رو تشویق کنید و سرزنش رو کمتر کنید. این حواستون باشه. و عیب‌های خودتون رو هم گفتم که گوش‌های بزرگی دارن، چشم‌های بسیار تیزبینی دارن. عیب‌های خودتون هم از بچه‌هاتون پنهان کنید. یعنی مثلا اگه خدا نخواسته سیگاری هستی، جلوی بچه سیگار نکش، چون که اونم از تو یاد میگیره. یک چیزای حرمت خانواده رو خودت نیز به اصطلاح توجه کن. سعی کن این رو در کورانه، چه در کوچیکی چه در بزرگی، تا اونجایی که قدرت داری در کوران چیزای خوب قرار بدی. تو یکی در کوران آتش سوزان قرار بدی، باد سوزان قرار بدی، صورتش میسوزه. در مسیر نسیم قرار بدی، بوی خوش و هوای خوش احساس میکنه. از کوچیکی نمیگاد مستقیم، یک تربیت غیر مستقیم داریم. گفتم تو مجلساتون دقت کنید چی میگید. مجلس شما بزرگترین تربیت برای بچه هاست، چه بین زن و شوهر، چه بین دو تا برادر، چه بین نمیدونم با مهمونا، خصوصا با مهمونا اونجا بیشتر توجه میکنن. حواستون باشه. پس در مسیر نسیم قرار بدی، یعنی مثلا بذار سخنرانی خوبی گوش کنه. وقتی خودت مثلا به سخنرانی توجه کنی، بچه هم توجه میکنه. فیلم خوب نشونش بده. سعی کن در به اصطلاح مجامع خوب ببریش، مدرسه خوب ببریش. اینا کمک میکنه. یکی از بهترین چیزایی که کمک میکنه. هنوزم کتاب ما داریم ازش غافل میشیم. تحقیقات نشون داده که هنوز کتاب، بچه‌ای که تو کوچیکی کتاب میخونن در بزرگی موفق‌تر هستن، کامیابتر هستن. خود من یادم میاد که لازم هم نیست که حتما کتابای تحصیل چی بخونن ها. عرضم به حضورتون که کتابایی که حتما باید مثلا تربیتی باشه. کتابای داستان میخوندم من. این مادرم اونجا من صدا میکرد متوجه نمیشدم. من خیلی باز از همون کتاب خوندن فایده گرفتم، در حالی که ظاهرا کتاب چی بود. در غذاش دقت کن، گاهی بچه از روی تنبلیش از این است که غذای خوب نمیخوره. یه چیزی که غذای بد آدم بخوره هم تنبلم میشه دیگه. این که دیگه در دست تو هست. سعی کن که غذایی رو بخوره که بگو از کجا به کجا رفتی. میگم این روزه نمیگیره یا مثلا عبادت نمیکنه. اینا همه به هم مربوطه. حواستون باشه. یکی دیگه ضدم نکنید. روز یک حرف آخر میذارم، وقتم کمه. پیرمردی از بچه شکایت میکرد. حقیقت داستان حقیقیه. بچه رو آورده، پسر جوونش آورده تو یک شهر لوکس. خب در اون شهر لوکس همه پیشرفت کردن. این بالاخره دور و برش نگاه میکنه، اینه که من به جایی نرسیدم. با پدرش ضد میکنه. فکر میکنم این گناه از پدرشه. میگه من عادت دارم غذا رو با دست میخورم. این بچه میگه من که اینو با دست میخورم حالش به هم میخوره. میگه کاسه رو برمی‌داره، بشقاب برمی‌داره، میره بیرون. میگه من عصبانی میشم، میگم من تو رو پیدا کردم، تو حالا برای من اینقدر سر من خجالت میکشی. این ضدیت نداره. باش راه بیا. خب بالاخره دنیا داره عوض میشه و چیزهایی رو باید آدم قبول کنه که دنیا در حال عوض شدنه. متوجه هستید؟ این رو بعضی وقتا حقم با اونه.
خب با مسیر دنیا باید قدم برداریم دیگه، چون بالاخره اون تو یه دنیای دیگه زندگی میکنه، رفقای خودشو داره، زندگی خودشو داره. یه دفعه از زندگی خودت بیار بیرون و ببین که اون در چه دنیای زندگی میکنه. لذا لجبازی هم فایده نداره، حرفای موند که باید میگفتم. برای همین قدم اگه ما بهش عمل کنیم موفق میشیم. آخرین حرفو بگم. پدر یه چیزی که همه ما فراموش کردیم دعا کردن. برای بچه‌مون دعا کنیم. دعای پدر و مادر قبول میشه در حق بچه. لازم نیست حالا این قدم فکر کنیم، همین دعا کردن میتونه که بچهای ما رو از خیلی از بدبختی‌ها نجات بده. اکثر پدر مادر از این غافل هستن. همیشه پدر بچه‌ها خودتون رو دعا کنید. این یک سلاحی است که اسلحه‌ای است که خداوند به دست پدر مادر داده، چون که اون محبت در دلشون گذاشته، این سلاح رو هم داده. دعای پدر ردخور نداره، حدیثه. 3 دعا میگن محال است که اجابت نشه، یکی دعای پدره. پس برای بچه‌ها دعا کنیم، خداوند بچه‌های ما رو صالح کنه و بچه‌های شما رو. و در آخر میگیم اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار.